چقدر با اسلام عمل میکنید؟ در میان مردم تاجیکستان کم نفرانی هستند که اصحاب کرام را نشناسند. هیچ کس نمیتواند این را انکار کند که آنها شخصانی بودند که اسلام را در حیات خود کاملا عملی کرده بودند. اسلام را پورا در حیات تطبیق کردن چگونه است؟ اگر به زندگی انسان نظر اندازیم میبینیم که او در زندگی به سه مناسبت وارد می شود. یکم، مادامی که دینداری در انسان طبیعی است، ما می توانیم مشاهده کنیم که آن هم در تاریخ و هم امروز پرستش می شود. پس اولین معاشرت نماز یعنی ارتباط بین انسان و آفریدگار است. دوم، مناسبت شخص با خود. مناسبت شخص با خود این چیزها را در بر میگیرد، به مانند خوردن، نوشیدن، لباس پوشی و آداب. سوم، مناسبت بین انسان و آدمان دیگر. مناسبت انسان و آدمان دیگر اینها را در بر میگیرد: معامله و جزا. اسلام دین است که خداوند متعال برای تنظیم این مناسبت ها به سیدمان محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده است. مقصد از ذکر صحابه ها در بالا این است که آنها هم مثل ما انسانند. آنها نیز مسلمان بودند و ما نیز مسلمان هستیم. ما در اینجا از حد همسفری آنها حرف نمیزنیم. دعوای مثل آنها مسلمان بودن را داریم. اما آیا ما هم مثل آنها اسلام را در زندگیمان رعایت کرده ایستاده‌ایم یا نه؟ مشکلات در آن است. صحابگان در هر سه روابط زندگی خود اسلام را کاملا رعایت می‌کردند. از این رو هر نفری که خود را مسلمان می‌داند، خواه با علم باشد خواه به علم، باید اسلام را در حیات خود کاملا عملی سازد. این است آن چیزی که الله تعالی را راضی می‌گرداند. الله تعالی می‌فرماید: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند مگر آن که در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو میدهی هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند. این آیت دلیل است. مسلمانی که این را انکار میکند کافر است و مسلمانی که دیده و دانسته انکار نمیکند و عمل نمیکند ستمگار یعنی گناهکار است. آدمانی که امروز خود را مسلمان میدانند تا چه اندازه اسلام را در زندگی خود تطبیق میکنند؟ تنها در نماز، در خوردن، نوشیدن، پوشیدن و یا در مناسبت بین آنها. ما آن را به اختیار مسلمانان میگذاریم که در این باره چه اندیشه میکنند و اگر خواهید اندیشه های خود را در زیر نوار نویسید. يسعى معي كل الذي يرجون فضلك أمطروا